اصلدین شریپوف ساکن 35 ساله دهه خشخانه جماعت پانغاز نویه 8 سانه 1 اکتبر سال 2023 از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است. قرار به تاجیکستان سپردن اصلدین شریپوف را دادستانی ولایت سوردلوفسک در منطقه اورال روسیه صادر کرده است. در این باره وکیل دفاع او نینا چرتورتکووا به نزدیکان شریپوف خبر داده است. اصلدین شریپوف از 21 سپتامبر سال 2022 در شهر نیژنی تاگیل در بازداشت قرار داشت. او را بر اساس درخواست مقامات تاجیکستان که این ساکن نویه اش را تحت جستجوی بین المللی قرار داده بودند دستگیر کردند. در تاجیکستان اصلدین شریپوف بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار می شود. نزدیکانش این اتهام را رد می کنند و می گویند که او یگان فعالیت سیاسی نداشت و در روسیه در ساختمان کار می کرد. به باوری نزدیکانش سبب اصلی تعقیب اصلدین شریپوف این است که او برادر شفقت جان شریپوف معروف با تخلص شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی است. ماده 307 در تاجیکستان به صورت فراوان برای تعقیب مخالفین و دیگر اندیشان و نزدیکان آنها استفاده می شود. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت و استرداد و پرونده اصلدین شریپوف را شرح ندادند، ولی برادر او شفقت محمد که چند سال اخیر در اروپا به سر میبرد روز 9 اکتبر سال 2023 در یک نامه سرکش شده به دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان نوشته است که برادرش عضو یگان گروه یا سازمان سیاسی هیچ گونه بود و یگان فعالیت سیاسی نداشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالیت سیاسی و یا همکاری با اهل سیاست نداشت. تاکید کرده شفقت محمد در نامش به پروکورور گنرالی. اما می نویسه شفقت محمد طبق سند عیبدارکنی سانه 13 آگوست 2021 پروکورور شعبه مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و تطبیق قانونها در ساحه امنیت ملی پروکورور ولایت سوغد نسبت به برادر او اصلدین شریپوف پرونده جنایتی تحت رقم 14945 آغاز نموده او را طبق نشانداد قسم دوم ماده 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عضویت در حزب نهضت اسلامی و سازمان گروه 24 عیبدار کرده است. شفقت محمد در نامش به پروکورور گنرالی می نویسد طبق قرار عیبدار کننده دولتی دادرم شریپوف گویا در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک با نام اصلدین شریپوف مواد مربوط و سازمان تروریستی اکستریمیستی پنهان کرده است که این دروغ محض است و پیش از ما باید مشکوفانه سنجیده شود. برادرم در صفحه شبکه‌های اجتماعی بجز از معلومات مربوط اویلوی چیز دیگری نکرده است. اصلا از کاربردش در صفحه فیسبوکیش دانسته می شود که هوسمند شبکه‌های اجتماعی نیز نبوده است. شفقت محمد از دادستانی کل یوسف رحمان خواسته است که نسبت به دادرش از روی قانون مناسبت کنند. او نامه ضد اصلدین شریپوف را جرمای ساخته و بافته نامیده از دادستانی کل خواسته است که پیش از همه نظارت اجرای قانون را به جا آورده به مناسبت مقامات ضد دخل که غیر قانونی بودن هیچ جرم طلب استردادش را از روسیه کرده است و برادرم را بازداشت کرده تا به اول غیر قانونی از حال او پیوندان خبر نداده است به حقوقی دهند. او از دادستانی کل همچنین خواسته است که درباره مکان بازداشت و سبب بازداشت دادرش را اعلام کرده هر چه زودتر برای تامین او با وکیل دفاع با صلاحیت مساعدت کنند. شفقت محمد در پایان نامه‌اش بار دیگر دادرش را بیگناه نامیده خواسته است که با احترام به قانون و شهروند از گرفتاری دادرم به تهمت و بهتان پیشگیری کرده شود. دادستانی کل تاجیکستان تا کنون به این نامه شفقت محمد پاسخی نداده است.